دخترها فقط یه بار عاشق میشن. نه، پسرها فقط یه بار عاشق میشن. دخترها بیشتر بهشون خیانت میشه. نه، پسرها بیشتر بهشون خیانت میشه. پسرها بیشتر عواطف طرف مقابل به بازی میگیرن. نه، دخترها بیشتر عواطف طرف مقابل به بازی میگیرن. بالاخره چی شد؟ کیه که واقعا این وسط داره به احساساتش بیشتر ظلم میشه؟ واقعیتش رو بخواید، بیشتر ما آدما یه سوگیری شناختی داریم. تصور میکنیم که هر چیزی که در محیط پیرامون ما میگذره حقیقت محضه. در زبان فلسفه بهش میگن مغلطه تجربه شخصی. به جای استفاده از نمونه آماری های گسترده و علمی، از محیط پیرامون و اطرافیانمون برای آمارسازی استفاده میکنیم. به طور مثال نگاه میکنیم ببینیم که فک و فامیل و اطرافیانمون در شرایط مختلف چه وضعیتهایی داشتن و همون تجربه های شخصی رو میکنیم سرلوحه و منبع و مرجع برای درک واقعیت و محیط پیرامونمون. اگه بخوام یه مثال جزئی و ملموس‌تر بزنم، مثلا شخص زهرا توی زندگیش تا حالا 2 بار تو رابطه رفته و هر 2 بار بهش خیانت شده. یه دوستی هم داره که اسمش سمیه است و اون هم تجربه مشابهی داشته. جامعه آماری ما کلا 2 نفره توی این حالت و زهرا و سمیه که داخل یک دایره اجتماعی زندگی میکنن، تصورشون بر اینه که تمام پسرها خیانت میکنن، چون که تمام تجربه خودشون بر همین مبنا بوده. شاید در نگاه اول همچین دیدگاهی که برای زهرا و دوستش ساخته شده منطقی بیاد، ولی وقتی عمیق‌تر به این موضوع نگاه میکنیم متوجه میشیم که ما داریم به آمار شخصی 2 نفر بار بیش از حد میدیم. ما داریم از 3-4 تا رابطه که به خیانت منجر شده میلیون ها رابطه رو قضاوت میکنیم، روابطی که تو خیلی هاشون خیانت نبوده. پس بنابراین نمیشه از تجربه 3-4 نفر یا حتی 30-40 نفر آمارسازی کرد. برای آمارسازی نیاز هست به خیلی بیشتر، 100 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر، حتی یه شهر یا کشور. پس بنابراین الان فهمیدیم که سوگیری تجربه شخصی دقیقاً به چه معناست و دیگه میتونیم کمتر انجامش بدیم تا زمانی که دیگه اصلا انجامش ندیم. حالا میریم سر وقت این موضوعی که اصلا چی میشه یه سری افراد مورد سوء استفاده قرار میگیرن توی روابط و به احساساتشون جراحت وارد میشه. شاید براتون جالب باشه که بگم اکثر کسایی که این چون روابطی داشتن، وقتی روابطشون رو آنالیز کردم به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلیه این تحت سوء استفاده قرار گرفتن نه جنسیت اوناست، نه جنسیت طرف مقابل و نه چیزای مشابه اینا. فقط یه چیز بوده در اکثر موارد، تجربه کم خود اون شخص و سواد عاطفی پایینش. وقتی شما سواد عاطفی پایین داشته باشید، در مسائل عاطفی بسیار راحت مورد سوء استفاده قرار میگیرید. البته علاوه بر اینکه کیفیت روابطتون به شدت کاهش پیدا میکنه، چون بلد نیستین چجوری مدیریتش کنید. خوشتون بیاد یا نه، جنسیت کمترین تاثیر روی این معادله نداره. شاید بگیم فرهنگ و جامعه و اجتماع بیشتر از همه چی تاثیر میذارن. اینکه چه فرهنگی توش هستیم، اینکه چه مقدار آموزش‌های روابط به ما داخل خانواده، مدرسه، اجتماع داده میشه، اینکه چقدر تجربه کسب کردیم و چقدر سواد عاطفی پیدا کردیم هستش که تعیین میکنه ما در روابط اولمون تحت سوء استفاده قرار بگیریم یا نه. بله، منم میدونم وارد شدن توی رابطه‌ای که طرف مقابلمون خیلی کاربلدتر و حرفه‌ای تره میتونه جذابیت‌های زیادی به همراه داشته باشه، ولی یادتون نره این دقیقاً مصداق داستان بره‌ایه که دوست داره گرگ باشه. قطعاً گشتن با یه گرگ واسه یه بره خیلی جذابه، ولی خطرهایی هم داره. به موازای اینکه اون گرگ بخواد میتونه اون بره رو بخوره. حالا راه حل این وضعیت قاراشمیش چیه؟ خیلی ساده است دوستان، اینکه با هم لول خودتون وارد رابطه بشید. از نظر عقلی، از نظر سنی، از نظر جایگاه اجتماعی، از نظر تجربیات. مثلا اگه شما 1 یا 2 تا اکس داشتید، وارد رابطه نشید با کسی که یک شهر رو آباد کرد. طبیعتاً میتونه جذابیت‌هایی داشته باشه، چون اون فرد روان جنس مخالف خودش رو به خوبی بلده و میتونه در کمترین زمان ممکن شما رو وابسته و مجنون خودش کنه. خیلی جذابه، ولی بالاخره ضربش رو میزنه. پس بنابراین با کسی وارد رابطه بشید که از همه سمت و سوی بیشترین شباهت رو به خودتون داره. علایقتون، جایگاه اجتماعی، جایگاه مالی، سن و سال، بلوغ ذهنی، تجربیات. اینکه چجوری این کار رو انجام بدید فقط کافیه که مقداری در شروع رابطه احساسات خودتون رو پایین نگه دارید و تلاش کنید تصمیم گیری های منطقی رو انجام بدید. مثلا میبینید طرف مقابلتون داره در باغ سبز بهتون نشون میده و حسابی رفتارهای زیبا و جنتلمنانه‌ای داره یا حسابی رفتارهای دلربایانه‌ای داره، بترسید. مقداری با خودتون بگید خب این رفتارها رو از کجا یاد گرفته؟ حتما روابط متعددی داشته و کم کم پیش برید به طرف مقابلتون.
بسپارید به این که اگر دیدید خیلی آدم حرفه‌ایه و واقعا براتون لذت بخش این رابطه، بعد ریسکش هم بپذیرید که اگه یه وقتی آدم بره احتمالاً وابستگی خاصی به شما نخواهد داشت و احتمالاً شما اونقدر توان عاطفی ندارید که اون طرف رو بتونید وابسته خودتون بکنید. جذابه، ولی تا وقتی که اون بخواد جذابه. تصمیم گیریش در نهایت با خود شماست، ولی توصیه من رو کاملا متوجه شدید و لطفاً اشتباه برداشت نکنید. ترسیدن به هیچ عنوان مناسب نیست. شما باید کسب تجربه های زیادی انجام بدید تا بتونید به بلوغ عاطفی و عقلی بالایی در روابط برسید. ولی وقتی میبینید که طرف مقابل خیلی داره خودشو خوب و فوق‌العاده نشون میده و شما مجذوب شدید، این احتمالاً یه زنگ خطره که این آدم از شما خیلی بیشتر در روابط بوده و سطح بالاتری از نظر هوش عاطفی داره. درسته جذابه، ولی به همون میزان هم میتونه خطرناک باشه. در واقع اگه شما با کسی وارد رابطه بشید که از نظر هوش عاطفی و تجربیات با شما در جایگاه مشترکی قرار گرفته باشه، خیلی جای ترس نیست. اون ترس و نگرانی که میگم رو باید در جایی داشته باشید که طرف مقابل به طور افراطی داره خیلی خوب خودش رو نشون میده. و حالا در مورد موضوعی که اول ویدیو مطرح کردم، این که پسرها فقط یه بار عاشق میشن یا دخترها، هم باید همین موضوع رو تکرار کنم که این موضوع هم فاقد جنسیته. ما انسان ها اساساً استانداردهایی رو برای روابط خود داریم. این استانداردها از محیط خانواده و اجتماع و تحصیلات و مدرسه گذر میکنن و توی ذهن ما و ضمیر ناخودآگاه ما ساخته میشن. و چیزی که خیلی روی این استانداردها تاثیر میتونه بذاره، معمولاً رابطه اول ما یا اولین آشنایی های ما با جنس مخالفه. اینکه مثلا اگه ما دختریم پدرمون چجوری بوده، یا اگه پسریم اولین پارتنرمون چجوری بوده و همه اینجور مسائل. اولین برداشتامون از جنس مخالف و اولین تجربه های عاطفیمون با یک جنس مخالف توی یک ریلیشنشیپ، توی رابطه. فارغ از جنسیت ما، قبل از اینکه وارد هر گونه رابطه عاطفی بشیم، ذهن ما کاملا خامه در این موضوع. در واقع نفر اولی که وارد ذهن ما میشه خیلی از استانداردها رو توی ذهن ما میسازه. برای همین خیلی سریع بهش وابسته میشیم و نسبتاً عمیق بهش وابسته میشیم. این اصلا به این معنا نیست که نمیشه اون آدم رو فراموش کرد، خیر. ولی اون آدم اگه آدم بدی باشه میتونه ضربه بدی به ما بزنه. پس بنابراین توصیه من همیشه این بوده در روابط اولتون جانب احتیاط که با هم لول خودتون وارد رابطه بشید رو بیشتر رعایت کنید. اینکه صبر کنید یا آدمی که حرفه‌ای بیاد و بخواد با شما وارد رابطه بشه میتونه خیلی براتون خطرناک باشه، مخصوصا تو رابطه اول که شما آسیب پذیرتر هستید. در این میان یه نکته هم میخوام اضافه کنم، منتها مختص دخترها. احتمالاً جمله پسر خوب که مخصانی بلد نیست رو شنیده باشید. تا حدی درسته، ولی من یکم اصلاحش میکنم. پسری که ایمن باشه و یک نواخت و قابل پیش بینی باشه در یک رابطه عاطفی، مخصنی بلد نیست. یعنی اگه دنبال امنیت بیشتری هستید و هیجان کمتری میخواید، سمت پسری برید که خیلی توانایی‌های مخصنی نداره. یعنی در حد همینا که میان تو چت میگن سلام چطوری، یا اینا که خیلی نمیتونن با آب و تاب سری موضوعات تعریف کنن، اینا خیلی گزینه‌های سیفتر و امن‌تری هستن. البته خب از اون طرف هم باید در نظر بگیریم که شاید اون هیجان و اون جذابیتی که یه پسر کاربلد داره رو نداشته باشه. ولی خب این جمله مختص خانم‌های خاورمیانه بود. یه پیشنهاد که بتونن توی روابط ایمن‌تری قرار بگیرن. در مورد آدم امن و آدم ناامن و اینکه اگر ما چه رفتارهایی دیدیم زنگ خطر هست یا اینکه چه رفتارهایی دیدیم نشونه صداقت و امنیت یه نفر و خلوص نیتش در یک رابطه هست، من پادکست‌های خیلی مفصلی رو قرار تولید کنم در اپیزودهای بعدی. پس سابسکرایب کردن کانال فراموشتون نشه که قسمت‌های جدید رو از دست ندید. راهنمایی برای این که چگونه متوجه بشیم طرف مقابلمون از سواد و توانایی‌های عاطفی مشابه خودمون برخوردار هست یا خیر، اینه که کنجکاو باشیم، پرسشگر باشیم، ازش بپرسیم. مخصوصا در مورد تجربیات و روابط قبلیش، اینکه با چند نفر بوده، تا کجا پیش رفته، چند تا اکس داشته، چند بار دیت رفته. اینجور سوالا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و متوجه بشیم که طرف مقابلمون توی چه جایگاهی از تجربه قرار داره. اگر دیدیم که خب این گپ خیلی زیاده و این فاصله بین ما و اون فراوانه، پس بنابراین شاید نیاز باشه که بیشتر فکر کنیم واسه اینکه با این آدم وارد رابطه بشیم یا نه. البته خب مثلا یکی دو تا رابطه بیشتر یا کمتر از شما داشته باشه مسئله ای نیست. اگه خیلی بیشتر بودش، معمولا باید یه مقداری شک کنید به اون موضوع. همچنین اگر واسطه‌ای دارید، دوستی، آشنایی، رفیقی یا فامیل خانوادگی چیزی، از اون آدم هم میتونید سوال پرسید راجع به روابط عاطفی یا سابقه اون کسی که قراره باهاش پارتنر بشید. این هم میتونه خیلی کمک کننده باشه و شما بیشتر و بهتر متوجه بشید که با چه جور آدمی دارید
حرف میزنید. در آخر ممنون میشم کانال و اینستاگرام صدای روان رو دنبال کنید و حتما کامنت بذارید. اگر که سوالی دارید از من بپرسید، همشون رو جواب میدم. همینطور ایده برنامه بعدی رو هم از کامنت های شما قراره بگیرم. مراقب خودتون خیلی باشید. دوستتون دارم.